میکنن الله از پیش از اونا راضی نمیشه. و یکره لکم قیل و قال، اینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله بسیار بد میبینه که شما زیاد قیل و قال کنید. فلانی تو گفت، فلانی تو گفت، تو دینی غلطی کردی، تو این تو شدی، تو بود چطور هستی، تو یه قیل و قال. از این میگه الله بد میبینه. زیاد قیل و قال نکنید. و کثرت السؤال، زیاد سوال، که من سوال دارم و سوال دارم، این چرا آتش شده، او چرا آتش شده، اینه هم الله بد میبینه. الله بد میبینه. درس گوش بگی، آیات گوش بگی، احادیث گوش بگی، درس از اولش تا آخرش درست گوش بگی، سوالات کلش حل میشه منظم. اما ای که مثلا درس گوش نمیگیری و موضوع را درست نمیفهمی، یک دفعه باز می در یک جای سوال شروع کرده میگه والا ما فقط برای نمیشیم. بسیاری کساس نمی درس وقتی که میاین هدفشان چی است که والا سوال 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 سوال، من سوال دارم. حداقل یک درسی که برای 40 دقیقه گفته شده، همون رو برجوه که امیر خدا 5 دقیقه بر ما بگو. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله قیل و قال خوش ندارن. یکره لکم قیل و قال و کثرت السؤال، و زیاد سوال کردن، و اضاعت المال. سوم چیز چی است؟ ضایع کردن مال. مال تا ناقص ضایع میکنی. هر چیز که مثلا در هر چیز حلال و حرام، در ناروا، در هر چیز، یا هم الله بد میبینه. ضایع نکن مالت. مالت در چیزی که الله برات اجازه کرده در اون مصرفش کن. و کان النبی صلی الله علیه و سلم یقول اذا خطب، و میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که خطبه میداد چی میگفت؟ اما بعد فان احسن الحدیث کتاب الله، بهترین سخنان کلام الله است. سبحان الله. و احسن الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم، و بهترین هدایت ها و رهنمایی ها هدایت رهنمایی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و شر الامور محدثاتها، و بدترین کارها چیست؟ همین چیزها نواوری هست، قیل و قال، جنجال، مناظرات، گفتگوهای بی جای، یکی دیگه توهین کردن. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون. الله میگه الله عزت داره و رسولش عزت داره و مؤمنین موحدین عزت داره، لکن منافقان نمیفهمن. توهین، تحقیر، بدگویی، غیبت، زشت گفتن. سبحان الله. وقال ابن عباس رضی الله عنهما، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه امر الله المؤمنین بالجماعه. الله متعال میگه امر کرده مؤمنین به جماعت، اهل سنت والجماعت، که در جماعت مؤمنه باشین. و نهاهم عن الاختلاف والفرقه، از اختلاف کردن و فرقه ساختن و تفرق شدن و متفرق شدن، از این معنیشان میکنه. و اخبرهم، و عبدالله ابن عباس میگه که خبر داد برای از اینا الله سبحانه و تعالی که انه انما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دین الله تعالی. امی کسایی که مرا میکردن، خود نمایی، که ما عالم هستم و ما میفهمم و تو جاهل هستی و تو نمیفهمی و تو حتی قدر باش که ما جهلت ثابت کنیم، این مرا میگن. والخصومات، و خصومت ها در دین الله میگه ای چی هستن؟ امتهای قبلی امی هلاک ساخت. مردم چی میکردن؟ به این امی ریاکاری ها خدا نشان دادن. و فوق کل ذی علم علیم. یک روز یک برادرزاده از من پرسان کرد، گفت کاکا امی توی علم داری؟ چقدر عالم هستی؟ من گفتم پسر عزیزم، فکر کو درباره احکام، درباره شریعت اسلام 1,000,000 کتاب نوشته شده. 1,000,000. فکر کو 1,000,000 کتاب. تو اگر کتاب خانه ببینی فکر کو 1,000,000 است. من بین از این 1,000,000 چند کتابش خوانده باشم؟ 100 تا، 200 تا، 300 تا، 400 تا، 500 تا. پس 9,999,000. چقدر ما جاهل هستم. یک کلش خوانده، کلش خادم خوانده نمیتونه. پس نباید انسان چی کنه؟
در این ریاکاری ها و در این خصومت ها و در این بدگویی ها و در یا مبتلا باشن. امت های قبلی به هلاک شدن. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما میگه که امر الله المؤمنین بالجماعه و نهاهم عن الاختلاف والفرقه و اخبرهم و خبر داد که انه انما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دین الله تعالی. کسایی که در دین الله ریاکاری میکنن، خصومت میکنن، دیگران را توهین و تحقیر میکنن، وقتی که همون درسش میشنوی میبینی که کلش تحقیر به دیگران هست، دلت بی خیامت قسمش انسان گریه میگیره. و از تابعی جلیل ابن شهاب الزهری رحمه الله روایت است که چی میگه؟ کان من مضى من علمائنا یقولون، میگه علمایی که قبل از ما بودن اونا چی میگفتن؟ الاعتصام بسنت نجاح. میگه کسی که به سنت اعتصام بکنه، چنگ بزنه به سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم، دی نجات است. و امام اوزاعی رحمه الله چی میگفت؟ میگفت علیک بآثار من سلف، آثار سلف بگی، صحابه، تابعین، تابعین اقوالشان بخوان. سبحان الله، یک کتاب سیر و اعلام النبلاء، سیرت های مختلف علما در ذکر شده هست. سبحان الله که رو بخوانید چقدر انسان تاثیر میکنه. امام اوزاعی رحمه الله میگه که آثار سلف بگی. و این رفضک الناس، اگرچه مردم تو را دور انداختن، تو را از چشم خود انداختن، تو را بد گفتن، نه، آثار صحابه و تابعین و تابعین. و ایاک و رأی الرجال، احتیاطو که سخنای از این مردها را نگیری، این مردهایی که میخیزن از دل خود گپ زنن. و این زخرفوه بالقول، اگرچه با سخنای خود با شیرین زبانی و چرب زبانی اما سخنای خود بسیار اما لکس جور میکنن. و این الامر ینجلی و انت على طریق مستقیم. چیکو؟ امور راه سلف و صحابه رو بگی که تو با رفتن به راه صحابه و تابعین و تابعین با اختیار قرآن و سنت و راه راست میگی. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه و اهل السنت والجماعه یتبعون الكتاب والسنه. میگه اهل السنت و جماعت که اصلا مطابقت از چی میگن؟ از قرآن و سنت میکنن و اطاعت از الله و رسولش میکنن. و یتبعون الحق و یرحمون الخلق. اینه میگه یک کلمه بی ادبی در مقابلش استعمال کرد، بازواره که تو احمق، تو نه، عادل انسان باشه. ولو که در باری نفس انسان هم باشه. میگه الله متعال امر کرده به حق و عدل، عدالت، و امر بالصبر، و الله متعال امر کرده صبر بکنین، حوصله بکنین. والفتنه تكون من ترک الحق او من ترک الصبر. فتنه چه وقت پیدا میشه؟ وقتی که انسان از حق دوری میکنه و صبر نمیداشته باشه. دوم سبب از اسباب اختلاف و تنازع چی هست؟ عدم و تمییز السنة من البدعه على بعض صغار المنتسبین للعلم انصاف المتعلمین. میگه دوم سبب از اسباب اختلاف و فرقه چی هست؟ این هست که میگه بسیاری کسایی که خود نسبت میتن به علم، کسایی که خود عالم و متعلم میگیره و اهل علم میگیره، لکن فرق نمیکنه بین سنت و بدعت، که اینی سنت است اینی بدعت. از این خاطر سنت بدعت میگه، بدعت سنت میگه. الذين جعلوا انفسهم في مصاف الائمه المجتهدین. بعضی کسایی هستن که ببینید که بسیار مشکل داره، حتی ببینید که در عقیده مشکل داره، در عقیده مشکل داره، در ارکان لا اله الا الله، مثلا معبودای باطل نهی میکنه، در طاغوت پرستی مبتلا هست، حتی در این مشکل داره. لكن خدا در جمله چی قرار میده؟ جعلوا انفسهم فی مصاف الائمه
مجتهدین خود در جمله امو بسیار بزرگای مجتهدین قرار میده. پس میگه یکی از اینا رو میبینی که میگه که ما هدایت شدیم و فکر میکنه که سنت به امرای ازو هست و فکر میکنه کسی که با امرای ما مخالف است او گمراه است، بدعتگر است و شاید بگه کافر است. اینا میگه از چی پیدا میشه؟ از اینی که این شخص بین سنت و بدعت، بین حق و باطل فرق کردن نمیتونه. از این خاطر میگه از این چی پیدا میشه؟ تفرقه و شر و بدی پیدا میشه. سنت چی هست؟ و سنت هی ما امر به الله و رسوله. سنت هی است که الله و رسولش امر کرده. و البدعت، بدعت چی هست؟ ما لم یشرعه الله من الدین، چیزی که الله مشروع نکرد از دین. الله سبحانه و تعالی میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شما از اهل ذکر، از متخصصین، از علمایی که واقعا علمای ربانی هستن، علمایی که درست قرآن و سنت میفهمن، از اونا سوال بکنین اگر نمیفهمین. و بخاری و مسلم از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت میکنه که صحابی میگه من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که میگفت ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. الله علم قبض نمیکنه که از قلبهای بنده ها بگیره، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. علم الله چه وقت قبض میکنه میگیره؟ وقتی که ارواح علما قبض میشه. علما فوت میکنه. حتی اذا لم يبق عالما، تا وقت میگه میرسن که یک عالم باقی نمیمانه که مردم از او چی کنه؟ پرسان بکنه و عقیده را پرسان بکنه و ارکان دینه و شرایط کلمه را و ارکان کلمه را و دیگه احکام مثلا قرآن و سنت فهمشه. میگه وقتی که تو عالم پیدا نشد، مردم باز چی میکنه؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا. مردم بعضی از اشخاص جاهل میگیرن که او حتی گپ زدن خدا، حتی نشستن خدا، حتی استعمال الفاظ و کلمات خدا یاد نداره. که مثلا ما در جایی که شیمی مسند رسول الله صلی الله علیه و سلم است، در اینجا ما باید بسیار الفاظ شیرین و زیبا و نرم استعمال بکنم، نه که از زبان مدعا و دشنام یا کلمات زشت یا بیادبی و بد اخلاقی برای و با گپ‌های محضار جهان چشان گمراه شوند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اینمی قسم میشه که علما وقتی که فوت کردن، جاهلا در رأس کار قرار میگیرن. این حال مردم باز به انی عالمه رتبه بلند میده که تو شیخ هستی و تو شیخ الحدیث هستی و تو عالم هستی و تو مفتی هستی و تو بزرگوار هستی. و این جاهل چی میکنن؟ فسئلوا بازی از پیشان سوال میشن. کاش که بگه که من این سوال تا یادداشت میگیرم باز تحقیق میکنم، یا این سوال تا من نمیفهمم، یا من جواب از اینیدم با ببینم حالا فعلا یاد ندارم. نه، فورا همت مستقیما جواب گفتم اینه فسئلوا فافتوا بغیر علم. وقتی که سوال کرده میشن باز اینا فتوا میتن بدون علم. فضلوا و اضلوا. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ضلوا، پس خودشان گمراه میشن و اضلوا دیگه پیروای خود هم گمراه میسازن. و محمد ابن سیرین رحمه الله چی میگه؟ این هذا العلم دین، این علم میگه دین است. فانظروا عمن تأخذون دینکم، شما دقت بکنین که شما دینتان از کی میگیرین. و از صفات رؤوس ضلاله یا اهل بدعت صفاتشان چی است؟ این حال میگه انهم یمررون باطلهم بعبارات شرعیه رنانه، یا انی گمراهی های خود با بسیار الفاظ شرعی میگن، بسیار همت زبانای جرد دارن، لشم دارن، با همین عبارت ها که مثلا تو فکر میکنی خب این هست، دلیل گفت از قرآن، حدیث گفت، قرآن گفت. که حفظ جناب التوحید و ملت ابراهیم و توحید الخالص. باز میگه که مثلا ما
در ملت ابراهیم هستیم، توحید خالص داریم و غیرها. کما قالت الخوارج علی بن ابی طالب رضی الله عنه، مثلا میگه خوارج گمراه بودن، آمدن به علی رضی الله عنه چی گفتن؟ لا حکم الا لله، حکم خبر الله، حکم نیست مگر اینکه الله حکم بکنه. لا نحکم، کلام خوارج حروریه را میگه، فهمید؟ فلم یرجع علیه قوله، میگه قولش بالای علی رضی الله عنه تاثیر نکرد که لا حکم الا لله کما راجع علی الجهاد، لكن امید سخنای از اینا بالای جاهلات تأثیر کرد. حيث قال رضي الله عنه لا حكم إلا لله إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فما تدرون ما يقول هؤلاء يقولون لا إمارة أيها الناس إنه لا يصلحكم إلا أمير بر أو فاجر. به این شکل و در صحیح مسلم از عبید الله ابن ابی رافع مولای رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که وقتی که حروری ها بالای علی رضی الله تعالی عنه برخاستن گفتن لا حکم الا الله، علی رضی الله تعالی عنه گفت که کلمه حق اريد بها الباطل، اینا سخن حق میگن لکن ارادهشان چی است؟ باطل است. و ان رسول الله صلی الله علیه و سلم وصف ناسا انی لا اعرف صفتهم فيها اولا. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی اشخاص گفته که من صفت از اونها را در این اشخاص میبینم، یقولون الحق بالسنتهم، که به زبان خود حق میگن، لا یجاوز هذا منهم، امی سخنشان اشاره الى حلقه، به گلون خود میگه که از این گلونش پایین نمیره، یعنی امی سخنش در زبانش است در قلبش نیست. من ابغض خلق الله الیه، اینا بدترین مخلوقات الله هستند. یعنی بدترین مخلوقات کسایی هستند که از آیات قرآن به ضد شریعت الله استفاده میکنن. دیگه دوستای عزیز، از این خاطر میگه لازم است بالای طالب علم که چی کنه؟ حق از امو جایی که هست از او بگیره، حق از قرآن بگیره، از سنت بگیره و با فهم کی بگیره؟ با فهم صحابه و تابعین و تابعین. لا من المرجفین انصاف المتعلمین ولا من علماء الدلاله، نه از این مردم هایی که اینا خودشان متعلم هستن و حق نمیفهمن، یا علمایی که اینا علمای گمراه هستن، اینها مثل احبار، رهبان، بلعم باور تحریف میکنن، از اینا میگن علم نگیریم. و عبدالله ابن مبارک چی میگفت؟ اذا اختلف الناس، وقتی که مردم اختلاف کردن، فانظروا ما علیه اهل الثغر، میگه ببینین که کسایی که در حدود هستن، مجاهدین هستن، مجاهدینی که در جهاد قرار دارن. چرا که وقتی که الله متعال میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اینا میگه او کسی که در راه الله جهاد میکنه، الله میگه ما اینا را هدایت میکنیم. از این خاطر اهل جهاد که هستن در او وقت، در وقت سفیان ابن عیینه، یک تعداد از مسلمان ها بودن که در حدود مسلمان ها، اینا اهل ثغر میگفتن که در حدود بودن و اونجا مثلا از رومانی ها و از فارسی ها زمین خلافت مسلمان ها را اینا چی میکردن؟ پیره میکردن. میگه برو دین تلا تأخذ دینک عن، از اینا بگی، نه از این قاعدین کسایی که مثلا در کجا هستن؟ در آغوش تواغیت شیشتن. کسایی هستن که در آغوش تواغیت شیشتن، تاغوت سرش ماش میکنه و در بغلش میگیره و برش امتیازات میده و موتر میده و برش بسیار امتیازات زیاد میده. این قرار در پالوی از این تاغوت و در مجلس از این تاغوت شیشته و خوراکای رنگارنگ میکنه، باز این میکنه دین تشریح میکنه. این که دین تشریح کرده میتونه دین خو ای به نفع تاغوت بیان میکنه. از این خاطر این چی هسته؟ سبب سوم از اسباب اختلاف تنازع چی هست؟ سبب سوم
دو سببش گفتیم. سبب سومی از اختلاف و تنازع چی است که اختلاف میکنن، منازعه میکنن؟ این چی است؟ امی بغی است، بغی و سرکشی هست. قالوا بغى فلان على فلان أي تعدى عليه بالقول أو الفعل وتجاوز حده. یعنی کسی که بغاوت سرکشی میکنن با قول سخن از حد خود تجاوز میکنن. الله متعال میگه و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، میگه اینا تفرقه نکردن امتهای قبلی مگر بازی که برشان علم آمد، بغیان بینهم، به خاطر بغاوت سرکشی، تجاوز از حد. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بینهم. سوره شورا 14، سوره جاثیه 17. و الله متعال میگه کان الناس امه واحده، مردم یک امت بودن. فبعث الله النبی باشه، این انسان به فتنه نمیکشانه. و الفرقه، به فرقه هم نمیرسانه. الا مع البغی، مگر یکی یک نفر اجتهاد بکنه به امرای بغاوت سرکشی، لا لمجرد الاجتهاد، نه به خاطر مجرد اجتهاد. اگر یک کس اجتهاد میکنه، سعی تلاش میکنه، کوشش میکنه، نیتش پاک است، صادق است، فلا برزی باز این سبب فتنه نمیشه. سبب فتنه کی میشه؟ کسی که مثلا میخیزه فتوا میده و گپ میزنه درباره دین، لکن به امرای بغی و سرکشی سرکش است. میخواد که طاغوت مشروعیت بده، میخواد که مثلا باطل مشروعیت بده. فلا يكون فتنه ولا فرقه مع وجود الاجتهاد الصائغ. امام ابن تیمیه میگه که به امرای اجتهاد درست هیچ وقت فتنه و فرقه نمی باشه، هیچ وقت نمی باشه. و کل ما اوجب فتنه و فرقه فلیس من الدین. امی چیزهایی که سبب فتنه و فرقه میشه، مردم جدا میسازه، جوانا را دلشان از دین سیاه میکنه، این میگه از دین نیست، سواء کان قولا او فعلا، ولو که سخن باشه یا فعل باشه. خب و دیگه میگه که ابن حبان از حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه، گفت که انما تخوف علیکم، میگه از چیزی که من زیاد سر شما میترسم، رجل قرأ القرآن حتی اذا رؤیت بهجته علیه، که میگه قرآن میخونه وقتی که چی شود بهجتش برسه، كان رد على الإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذوه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال بل الرامي. وإمام آجري إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا عمن تقدم من أهل الكتابين، میگه ما خبر داد از سابق از اهل کتاب یهود و نصارا که یا هلاک شدن چه وقت؟ لما افترقوا في دينهم. چه وقت هلاک شدن؟ وقتی در دین خود اینا تفرقه ایجاد کردن. و اعلمنا، امام آجوری رحمه الله چی میگه؟ میگه مولای کریم برای ما علم تعلیم داده ان الذين حملهم على الفرقه الجماعه، چیزی که سبب شد که اینا از جماعت یا تفرقه بکنن و مایل به طرف باطل بکنن، از چیزی که نهی شدن، انما هو البغي والحسد، بغاوت و حسد و کینه هست. انسانی که سرکشی کرد و کینه کرد، این چی میشه؟ این سبب تفرقه میشه. الا انصار و فرقا فحلکو، فرقه شدن باز هلاک شدن. از این خاطر میگه الله سبحانه و تعالی ما را در حذر قرار داده که مثل از یا نباشیم. فنهلک کما هلکو، اگر کار از را کردیم ما هم هلاک میشیم مثل از اونا را. بل امرنا عز وجل بلزوم الجماعه، گفته که شما با امرای جماعت مؤمنین موحدین باشین. و نهانا عن الفرقه، از فرقه نهی کرده.
و امی قسم میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از فرقه و جدایی و تفرقه چی کردن؟ حذر کردن و امرنا بالجماعه. و امی قسم میگه ائمه سلف کلشان در لزوم جماعت و از تفرقه از این میگه چی کردن؟ منع کردن. و شیخ الاسلام ابن تیمیه از یاد اقوال میگه که چیز داره مسائل داره. اینا عزیز خاطر انسان کوشش بکنه که در مسائل